یالا. الله بابا. حسین. سلام و سلام. خوبی؟ خسته نباشی. آره میخوای آب. نه دست شما در نکن. چه خبر؟ سلامتی حسین. قربان شما. صبح خیر. دور اومدی؟ آره امروز یکم دور رسیدم دیگه. تاکسی گیرم نیومد. دور شد آمدم اینجا. چه خبر آقا سلام؟ سلامتی داشت. چه خبر؟ سلامتی قربان شما. سلامت باشی. میخوای قهوه درست کنم آره؟ آره حسین. سر کار تازه اومدم. همین لباسم عوض نکرد. درست. حسین امروز هم خدا رو شکر بد نبود کار. خوب بود. امروز رفت سر کار آره درسته؟ حسین. یکم کپسول بعد گیر اومد صبح. درست. کپسول بعد گیر. خسته شدی؟ یه خسته هم داره ولی خوب بود حسین. از کار امروز درست. بهتر. رفتیم صبح رفتیم سر 50 متر ایزگام زدیم و برگشتیم بودیم. البته یه نفر دیگه هم کمکم بود. ازگان کردی؟ آره اینقدر زود نمیومده. درست. اصلا کار داخل شهر نه؟ یا بیرون از شهره؟ شهر بخوام ماشین ندارم تا این هم بس بخوام برم بیام هر وقت شهر کار دارم دیگه خب مثلا قبلا که اومدی چند بار نبودم آره. مجبورم برم شب وایستم. شب راش دوره. هر کار بزرگ اینا هم گیرم بیاد آره میرم. نه خوب کاری می‌کنی داخل روستا هم وای بساط داری هم هم معلوم بچه ها نزدیک هم خبری شد زود میتونم برگردم. سلام. سلام یونس. آسه خوبی سلامتی؟ سلامت. یونس امروز معلم ما گفتم وای مدرسه رفتی؟ امروز رفتم. به خاطر اینه پیش باری آقا سالار یه خورده باید برم مدرسه بگیرنشون. این که داره دروغ میگه نرفت. نه رفتم قیافت معلومه دوباره خواب موندی تا الان. نرفتی نه؟ یونس ببینم دروغ میگی؟ صبح شدم رفتم من تعجب کردم. این صبح بلند نمیشه خبر دارم ازش. این دیشب تازه ساعت 3 اومد خوابید. یونس دیگه حرفاتو باور ندارم. ببینم دروغ میگی آره؟ صبح بلند چه رفتی که من خبر ندارم؟ نظری آقا سالار گفت چه چیزی بهش نگه بگه من رفتم مدرسه. حالا چی گفتی پیج اینا میخوام بهش بدن دیگه ها نرفتن چون پیج باید دستش باشه دیگه. نه میخوام بگم دروغ میگه. برو لباس عوض کن. برو من جایم چه اینجا برو مدرسه. حالا گفت تعطیلیه ده نیقدر. ای خدا امروزم واقعا دلمون واسه حاضری و مادر و در چقدر داشت خالی واقعا. آره. بعد موقع یه سر به سر مادر میذاشتیم مادر خوب نیستی چند وقت. این سلامتی بهتر بشه. چی بود دیگه؟ دوباره نکنه دوباره نازنین گیر کرده بهش. نه اصلا یخزار روشن شده. آره دیگه. برقا ضعیفه. آقا کرامت هم برقا زیاد مصرف میکنه. یخزار که خواهد روشن شد یه برقا میره میاد. چرا ما نیمه نه؟ اومد. آها درست. اومدن فکر کنم اومدن. سرود شده باید اومده باشه. حتی من صبح سر کار بودم درستاقی خبر ندارم ولی سرود تو کمانده واقعا الان سرده. سرده بله. آسان رفتن دنبال جیا نه؟ رفتن داخل کوی دنبال جیا و اینا. این موقع پس چی میشه خیلی هم میرن دنباله. درست. نازنین خانم هم گفت واقعا هم داخل خیابونا خیلی میفروشن به فروش میرن. کنگر میرن حسین دنبال آره. جنبو میرن بیدر میرن. درست. این موقع خوبه هم خاصیتش خوبه حسین هم متمولت خوبه ولی خب من متاسفانه نمیتونم برم حسین. هم سر کارم. خب
کارگیرم میاد خوسته به خیلی بهتره تا بخوام برم کو درست. گیر نمیمد یه روز انشالله شد با هم میریم. انشالله خدا کنه. قهوه نمیخوری؟ نه دست شما در دمه نکنه. گرم خیلی سنیزم ممنون. قهوه بود که بودی. سلامت باشی. دیشب رفته بودم تا خونه که بچه ها آمدن خب واسه کار امروز داشتم هماهنگی میکردم مثل اینکه دوباره اسلام اومده رفته درست. نمیدونم جریان چیه این همه میره میاد و امروز زنگ زده گفتم خونه این گفت یه ساعت 2 ساعت دیگه میام الان امروز هم نیومده اسلام دوباره درد سر زیادی وای. سلام. فکر نکنم دیگه آروم شده سه دیگه زنش یه خورده آروم شده برگشته. آره یه آروم شده اینه یا پول میخواد خدا- چیز میخواد بزنه خدا میدونه الان میاد این ذات چه قوقایی به پا میکنه. یه نظری به ما میده اینا، مطمئن باشی نظر بهت میده دنبال مواد اینا خود 100% مطمئنم. رسیده بنده خدا این مقدار پول زدم حسابش میشه هیچ موقع با هم سر کار بود درست. بشوده این هم مثل که نیومده من خواستم برم دنبال کار خودم زنگ در گفت 10 دقیقه نیم ساعت دیگه میام هنوز هم نیومده الان هم عجله دارم میخوام برم اون نیومده چی هسته؟ استا یا بادا سلام. چی همه ایده 2 ساعت لازیه خواستم برم سر کار دوباره سلام سلام آسه. چیکار میکنی؟ چه خبرها؟ کار دارم چی دیگه سلام. ساعت و وضعات خوب شده این مقدار من کمک ما کنم هنوزم بده بعد آزان کنترل که حد میزنی خوب نی باید کمی علاج کتابت کرد بستی. پلاش کنم تو ها آره چه خبر تعریف کن. سلامتی خواستم برم الان سر کار گفتی وستابیم کار واجب دارم خواستم من کار واجب بچنیم آسلا چی داری وضعیت تو دوریه کاشی چه دیه کاشه که مال خیلی دارم الان اگر کار خاصی دوری بگو ارنیوری تمام برم سر کار خواهم اساسه دم کنم روزم خسته هم حساب نرم خیلی پیش نیستی باید گازه لیستش مرمون خالیه چی کنی؟ ایزگام نیستی؟ برای هیزگام ها؟ یه ایزگام؟ هیزگام چی نفرمه توی کار چی دارم 10 تا هیزگام دیگرده و دیگه افتاده آقای کارش نمی گوش نگیرفته الان نبا به داخل شهر و والیبال هیزگام من چند وقت اینجور نبیرم با به داخل شهر باید سری مسائل پیش اومد هفته میرم یونس یه پرو چندتا مال اساس هم کن تا باید بریم بیا زیرو باید میسم روی کار کشی ها مثلا آقا مشکویه حسین اش پرسی گو رفتی مدرسه سو دار رفتم از یه دروغی گفت من میخوام دیری مشکویه میخوام ببرم سر کار الان گذاشتم لباس عوض کنه بیاد بعد دوباره دوباره عوض کنیم لباس کار بپوشی تا دیگه دروغ نگی آقا سلام الهش کنه تیمون خبر فاطمه خانم داری؟ فاطمه نه خبرش نمونسته خبرش نبینه؟ دقیقه دنبالش؟ نه چند بارم دختراش رفتن دنبالش که کار باش نداشت چی خب الان لباس عوض کردی؟ الان بس چیه خورده پیش رفت چیزه چرب سوتره کرده والیبال
بخورده تو بره ما تا اضافه میشه. اگر به دست خودت حس واقعا اگر هم نیست و بخواش آخر باش خبرداره و من حال نیست و کل نیستی کنه. دو تا کپسول یه مقدار تمیز کن. کپسول فروشی برداری. کپسول سیاه رو دقیقاً کنه. تمیز کن. آسان سه وقتی هم یه هر تیزان در ازاد حسین خب هر وقت میای صحبت از پول من بهت اهمیت نمیدم. وقتش که هر وقت نه اولیان چند تا میشه. اسلام تو هر وقت اومدی اینجا یا پول خواستی از من یا چیزی از من خواستی یا مواد یا گفتی بیا رو مواد فروشی داوزای. الان هم زنگ زدی این همه از دو سه بار میرم یا الان میام پول بهم بده تا فاطمه بهت نشون بدم. آقا سلام. من اصلا فاطمه نمیخوام، کارش هم ندارم، سر وقتش هم نمیرم. تو به شرکت خانم این زینه رزون بسر چند سال تختون نجات داشتینه چند وقته. بعد گفتم آقا سلام ول که این کار لا بیا برم این کار مواد فاطمه خانم فریب چیدا الان انچه خر وضع توبی بهترین زندگی نداشتی خود قبول کردی. همین الان بازم یه راه نو زلال بازم خود قبول کنی. یکم بیا این پیدا برم ما فاطمه خانم بردار بیا زاشون چیدا اخیسی دارش اخیسی دار. حالا گیرم که من پول به دادم داشتم بهم نشون دادم. خب وقتی اونجا نیومد پولت میدی پس میدی؟ آقا سالایی الان را شکایتی که نسل دخترش این را شکایتی که نسل بسیلش ایگه به زور بسیل میتونی خوش نجر داشته. اسلام این کرکه رو برو جای دیگه بزن. خب آقا سالا این کرکه رو برو جای دیگه سوار کن. اگر تو دونسته بود فاطمه این خانم اگر دختراشه میخواست تا حالا 1000 بار اومده برده. آقا سالا این خواه وقتی خود دخترش باید چی خواهی چند وقته بسون برده بارشو میخواه بیز داری دخترش بردار باره یه نشخه داره سایی کار. من الان با تیگم بیا این پیده برم مو حداقل ایجا 4 یا 5 دیگه مو ایده مو میذاشت نمیشه تیگا به سر وقت بهترین کار تنیسو میدونم روزی 4-5 نمیجیت یا بخاطر ایزگاه من حتی الان خدایا شکر خیلی وضعیتم خوبی داخل ایزگاه الان تو یه موقعی نیست چی تخت اینا بود با چی چناره بود برای سر کار به هیچ زنج شلوغی با چی رو باسه به چتم بازو بد کنه یعنی سر رو بایستادی فکر کردی تا این نقشه رو بیان. آسالا این نشخه لفکری خاص نیست این اصلا نشخه همیزه تو سرش پیش کنم بگه خب این بچه گام بیان من فاطمه خانم داشت بلدم چند بارم رفتم دختراش هم بردم گفتم یه نوخور اضافه نشه سر من. فردا پس فردا کسی مثل تو نه ادعا کنیم بگی دختراش بازو برداشته. دختراش قبول نکرده. حالا هم جابجا شده یا رفته جای دیگه به من ربطی نداره. آقا سالا الان تو خبر داری چی فاطمه خانم اینا بگه خش شدش تصادف شده چه؟ خبر داری کار داری؟ تصادف کردی نه؟ چه چی گوی من خیلی سریعه بو به کار زارشو بره ایران آدرس بره ایران خبر داری چه چند وقت فاطمه خانم داخل بیمارستان بی اصفهان خبر نبود از کتا خود مگه الچی مگه من خبر دارم زارشو بره ایران کورن آدرس بره ایران وقتی چی به چی خبر نبودی الچی ساعتش مکن من وقتی چی خواهم در سی و طلب بسونای پنجتن الچی نید داخلشی دوقی ممده چند یه خواهم یه کاری کنم شد انچه پشتون نت نخواست الان داخل بیمارستانه؟ اما سلامه تا فقط بدکن تصادف شده تا چه به صحتی رسی ولی اگر بخوای بدونی حتی بدونی الان کورنه حالش خوبه چطوره الان مرخصش کردیم تصادف کرده مرخصش شدنه بگه خب ولی یه بلای واسه شما تا این پیر نوارزی یه چیز درباره صحبت داریم تا بگم من قرار بیام بگم آقا سالار فاطمه خانم تصادف که چه بلا زیر آدرس به مخی پیله به تامینی اول پیله یعنی الان بعد نت شور سابقشه چه شور سابقش بی شور سابقش هم فرار شده تصادف شد و ماش فرار شد آقا سالار با من سایکو چیه؟ سایکو پیله چه بخیر ما بکاو نه مال خمتره من سلطان فرد حس مرافقه دارم نه موافقه الان پیله ما تازه ما رفیق ما چشمی به فاطمه پیش رسید برو سر وقت الان دسته بید پیش فاطمه بسیه پیلی خیلی
یه بارم پیل نسوزاش نشون بده من آقا مشکلی سلام، چیه؟ من به خاطر اینه میخوام که بعد از این ترسان بلای سرکوزیا من چی دختره که الان رو بخوام برو شکایت کنم بگه آقا سالای فلان وسط رو فلان بگه یا بگه من هیدی دیگه دیدشتی خواب دیگه Campineiro. پیل نسی پیل میشه که زمان هستی چی گیریم کنم؟ زیان خیلی گافه نیا بکنم بگمش اوتو پیل نری مشم بگو جریان چه نه؟ زمان بخیم بیرون به نفت که الان بخیر پی بیرون سید بری بوی بدی بود اصلا برای فاطمه نمیخواستیم بدی بود هر جایه بده آقا سلام مشکل خشه خواه بیا دنبال دوهرش هم بیا دنبال دوهرش آقا سلام اگه چی بدونیم خب بگوین اگه نونی اخی یاد بزن ای فکر ما اوت با. رسید بگوی طرف حافظه شده دست نیش نوتون حافظه شده دست حافظه داره؟ شده دست مطمئنی؟ مطمئن ما بس پیمان اگه حافظه دست داره چطور خب بیا ما دو خبر از داریم این یکی پیل بی رو تمیز پیل بی تا آقا سلام نیم سید بری فاطمه خانم رفته شکایت کرده ایگه و آقا سالار واسه زای مصر مو حافظش به دست داره دختر وزور رو مسیده الان هم اگر یه خیلی بیشتر بدون چه زایش کنه چی به چیل چه بیره و چی راحت چارت ما کارت هدیه کنیم ولی اوزو با و 4 میلیارد هدیه ببریم حالا بخواه باشه اینجا آدرس ببین باشه بیا یک کار ایره بکر تمیز کار الان ایمان رای موزی نه موجودی پیلم مرشه ایما تا پیل انتقال نیستی نیست ولی فقط آقا بگو سلام، چه من- تا تصادف به کرده مطمئن همراه باعث گوشی تست بگه خب سارت انده به سای ما فرما وقتی هم کارش نمیم آدرس بده تا من پیمون. چارتون انتقال بدم بعد آدرس گفت سیما نیدی تا زمانی که پیل انتقال نه پیام آقا سلام من به خاطر چی باید گفتم بیا چند یه چارتون سارت بیا انش تمنی کارت یونس بات یا چارتون کشی کارت به یونس خوبه خوبه مشکلی نیم او یونس اول بگی؟ لیگم سی لیگم نه فقط با فقط یک چیز آه. چه تصادف کرده من در 15 روز در 15 روزه آه. مطمئنی مطمئن. اینش بیادی زود خرین یا علی بزنیم چاک من یه هفته نی بود که دیدمش یه هفته نی بود؟ یه هفته نی بود مشکلی در نیست. 15 روز تصادف کرده حسین مشکلی نیست با من تلفن. باش یا علی بزنیم باش. دنبال رد کار آسیب من کلا یه هفته نیست دیدمش وقتش پشیمونی بود باش ما خیلی پشیمون پشیمونی ما خیلی پشیمونه بود باش بزنم چاک ما سی پیل آه لا ایو ببین قراره تو دوست دارم سیلا یا چاپسی بزنم داده فقط این چی تمیزه؟ دو تا به این تمیز کنم چش تمیزه دست رو کار دارم کارش هم فهمیدیم آخرش چیه سلام حسین دیگه ما پول بهشو داده بودم ما سلام این حرف غدا چی گفت فاطمه خانم تصادف کرده واقعا من اولش باورم شد گفت حافظش از دست داده تصادف کرده خب داشتم مشخص میگفتن حداقل پول بهش بدم ببینم از اوضاعش چی دوره بلای سرش نره این حافظش از دست داده دیگه همه چی تموم بود تا موقعی که گفت 10-15 روز تصادف کرده چون من یه هفته قبل دیدمش اصلا درست یه هفته قبل رفتن و گفتم بهت گفتن دختر رو بردن دوباره آره شرایط کردن گفتن دو تا دختر گناه داره بالاخره یه خانم یکی باید بالای سرش باشه با من راحت نیسته هفته قبل دوباره بردن دختر رو بردم خونه شور سابقش قبلا و سال حال هم هست میخواست بیا اینجوری از من چک کنه پول از من بگیری و هیچ بزنه بره همین نه دیگه گوش خورده بودن ای میگفت ثابت از 4 روزه 5 روزه 3 روزه باور میکردن ولی وقتی گفت 10-15 روزه خب من یه هفته پیش دیدمش سوری 10-15 روز پیش تصاحب کرده بود سلام شاید هم تو دیدش باشی ولی این حرف اینقدر داشته باشه میترسم بری شکایت کنه اسلام چه حرف علکی نمیشه بزد
این شکایت چی؟ نه این که حافظه‌اش سر جاش بخواد شکایت کنه دخترها خودش زبون داره. من 10 تا شاهد دارم که 10 بار 2 بار من دخترها بردم خودش نخواست. خودش درست. هم دختر از خونه انداخت بیرون. الان هم میخواد بره شکایت لازم نداره. بیا دخترش بردار برو. من از خودم دخترش ببریم. اگر من یه ویدیو داشتم بهترین دختراش میشیم. نه که نشه دختراش بگم دختر نمیخوام شو. واقعا مثلا یه خانواده شدیم با هم. درست. خدا رو شکر. این که بخواد بره شکایت کنه شکایت نداره. به دخترش میخواد دخترش بردار ببره. من با برن شکایت کنه که این همه پول ازم برده. باید شما بیشتر مراقبت کنه آقا سالار. مراقبتون باش. نه اسلام این همش داره دروغ میگه. میگه در 15 روز تصاحب کردم. یه هفته قد دیدم. نه خواست یه جوری بگه مقدار پول از من میگیره. درست. ببرین لباس عوض کنیم. واه. یه لباس کار نه. اصلا خوبی؟ سلامتی؟ سلام باشی. اصلا خبری پری پاتون خانم؟ نه. مثلا من یه چی بگم یه خودش درست. عقل خودش عقل اچرم اصلا دلتنج مادرتون شده میخوای برین سر بهش بزنید؟ نه. پیمان پیمان خیلی. خدا. این وقتی نمیدید من جواب شد چی بدم به نظر سالار درست میگه هم. کمربند چی بنده کمر داره؟ این لباس کار سیتون؟ یا چیرینی میخواد؟ نه اون جد داری نه خستی کن باید جان این نم بکن فاطمه خودش خراب کرد خودش نخواست بگن ما که درست. مشکلی نداشتیم که بخواست بایستی آقا سالار من ماشی در بزارشم آوردم ویدیو هم دیگه نزدیک تمومه. بگو خب اگه خواستی بری داخل روستا من تا یه جایی میرسونه به تو یه وقت. دست در نکن خواهش. سالار تا مراقب این کمرت باش خیلی داره فشار بهت میاره معلومه کلا. یه فعلا چاره میشه این مقطع مثلا چند بیمارستان من نمیدونم خودت واردی رفتی که آره کلا بستن. دکترها نیستن بعد واقعا سرشون شلوغه. درست. اصلا اگه یه وقت رو نشه چی نگی هفته پیشی داشتار پول چیزی نیاز داشته حتما رو من حساب کن. نه اصلا نمیگه دست نمیکنیم به چند وقت سرکار بودن کار بینه خدا شد کار گیر میاد. درست. چند وقت بینه چه آتش بسه یا خبری میسه به چند تا کار داره اینا هم بذارم دیگه تمام میشه. ماشین هم میزایی؟ آره تا میذاست. کپسول هم بذاریم داخلش باش.